اوله دیگه. خب بریم اول یه چوب بکنیم. هدفم به دست آوردن یه دایمنده. خب بذار بریم ببینم میتونه بودو. خب بریم چیزا رو درست کنیم. یک کفتین تیبل یه دونه چیز یه دونه تبر. خب بذار ببینم چه کاری نیست ایناش کار. خب همینجا دایمند و آیرون اینجا چیزا رو پیدا میکنیم دیگه. خب ایناش اینجا هم کفتین تیبل هم نزدیک 14 تا درست کردم. یه تبر، یه دونه کلنگ، یه دونه فرنکس. خب سراغ همون چیزه باز اینونتوری رو تمیز کنم. اینجا تبر، اینجا فرنکس، پیکش تورچ از کجا بیارم؟ اینجا زغالسایی نداره. اینش تورچ به خودم کفتین تیبل نیاوردم. به خودم پیککس برم. وای چقدر این تیجه. خب بذار بریم اونجا آیرونه. بریم. کجا رفتی؟ خب متاسفانه نتونستم پیدا کنم. همینجا یه دونه میسازم. تورچ 8 تا کافی. این دفعه دیگه کفتین تیبلم خودم میبرم. حالا برگردیم به سمت همون گاره. ببینم اینجا نمیشه. ای نه اینجا فکر میکنم ویسکی هست. همینجا اینجا بود. بابا اونجا آیرون داشت. اصلا برم همونجا. فکر کنم این گاره نبود. فکر کنم همین بوده. فکر نکن. اینقدر فکر نکن. بریم. این فکر کنم. نه بابا اینم نبود. وای. خب پیدا کردم. آیرون کجا بود؟ اینش همینجاست. 3 تا کافیه دیگه. اینم 3. خب اینم از این کفتین تیبل کجاست؟ اینم پیککس دیگه. بقیه‌شون نیاز دارم. بریم میرم دنبال این دایمند. نیستش اینجا. تو این یه اوورفس فکر مسکلتون بود. بهتر از همین اینش